سخن گویم به حسرت من از دنیای مکتب سخن و به همه شما معلوم است که امروزها در تاجیکستان صاحب استقلال ما به خاطر روز پرچم بسیار جشنواره‌های زیبا و میگم که ماندگار شده گذشت و با سبب‌های میگم که تکنیکی ما سری وقت روز سنه 24 گذرانده نتوانستیم و امروز میگم که خداوند دست داد و شرایط مهیا گردید و به خاطر یک چند مسئله ها را یک جای گذرانیم و مانند جنبست چارکی یکم اشتراک در آزمون های فنی یعنی المپیاده ها هم در شهر و برد و باخت و موفقیت هایی که از طرف خوانندگان مکتب ما شده گذشت یادرس میکنیم و بهترین خواننده ها امروز با ویم که توفه ها سرفراز گردانیده می شوند و به خاطر به امید آن که در آینده باز هم صف خواننده های ما صف غالب ها و دستبالاها زیادتر شوند بیشتر شوند آنها را ما به امید میکنیم و خیلی که میگویند ناامید شیطان است ما همه بنده های به امید هستیم و انشاءالله اگر در آینده نزدیک اگر با همین جریان با همین سمت فعالیت کنیم خوجی اعلی و مکتب 24 در عرصه چی مقیاس منطقه و شهر و مرکز بالا می رود و آبروی اعتباری ما خواننده ها و مکتب باز هم زیادتر می شود. نه به همین خاطر ما امروز همه سرجم گردیدیم باید من بعد نیز از هر جهت چی انتظام چی تعلیم باید در ما بیشتر و بیشتر باشد. به همین خاطر این حالا حاضر من نوبت را به خوانندگان صنف 11 می دهم و آنها تیاری خوب دیدند که تا یک درجه طبع ما را بالیده نگاه می‌دارند. مرحمت. دیگر از افتخارنامه های ما مکافاتانیده میشد به همون نفر خواننده هایی که من غایب جان شاهد همین اهل نشست شاهد که ما برای آباد کردن مؤسسه اطراف وی پنجره پوش کردن ها و در پایین کبودیزار کردن ها و پیشش مکتب کبودیزار کردن ها خواننده های ما اساسا پسر بچه ها به نهایت کوشش زحمت خود روانه کرده سهم نظررس و باسزای خود گذاشتن برای همین این اقدام اولین ممکن که ما 2 نفر به دادستیم 4 نفر دیگر مونداست من با میگم این اقدام اولین در من بعدش ما با نبت همه این پسر بچه‌ای که من خواجه علای گفته آمده مکتب یک ذره باشدن حصه خود گذاشتن قدردانی کرده باشیم. این لحظه من با افتخار دعوت میکنم خواننده صنف 8 به عبدالله افضل جان برای اشتراک فعالانه در کارهای جمعیت و مدرسه بخشیده به روز پرچم جمهوری تاجیکستان. با همین مضمون مکافاتانیده می شود خواننده صنف 8 به دادا جان عزیز جان.
خواننده صنف حشیعه جورف حاج اکبر. پرچم جمهوری تاجیکستان در استادیوم دهه خواجه علا مسابقه ورزشی بین خواننده‌های صنف‌های بالایی بین پسران از روی فوتبال شده گذشت و همین خواننده‌های موفق صنف دهم به جای یکم اشغال کردند. این هم افتخار مؤثر ما هم روحاً تربیت کرده توانست داشتیم خواننده هم جسماً. قسم می‌زنم به خواننده صنف دهم عمر بزرگخواجه. خواننده صنف 11 بهترین خواننده تمام کارهای جمعیتی اشتراک میکند سلیمان مقصود جان. خواننده صنف 11 شاکر خاورجان. بهترین مکتب هم خطا نمیکنم. من از جهت دانش اینجا گرم نداشتم، از جهت آداب اسلوب اگر 19 فن تعلیمی صنف 11 درس شده باشد یگان معلم برونده از جورج عبدالمجید بهرامزاده شکایت نکرد. خواننده فقط همون نفرای اینجا میمونن که همین بس باز دست شده است و بست دو میتونه رفته با دوگو باشه. نوبت سخن تبریکاتی دیگر رو با امام خطیب دهه رفیق سلیمانوف مقدس بگ میدیم. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی که من همچنین که رئیس میشوم شمایان عزیز را به این روزی مبارک بود میگویم. البته روزی پرچمی تاجیکستان، روزی پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان خیلی که میگه خوب میدونید در گذشته یکایی که شما را مبارک بود میگویم. البته امروز روزی است که شما طالب علم هستید، در راه دریافت کردن علم هستید. یادآور میشوم که خداوند عزوجل در قرآن عظیم الشأن فرموده یکایی که ما و شما و میگوید که استعیذ بالله اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی بخوان با آن نام آن پروردگار که تو را آفریده است.
یعنی یکایی که ما و شما با خداوند هم واجب هم فرض گردون که علم آموزیم. خونید باز خونید. این کلمه ما نسبت دعوی شوروینده نسبت به بویای لیلین میدادیم. اینا جبریل امین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله گفتن بخون. پیغمبر چی گفتن؟ من سواد ندارم، خوندن نمیتونم. 3 مرتبه تکرار کردن که بخون با نام اون خدایی که تو را آفرید. انا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با هدایت پروردگاری و جبریل امین که انا همین قرآن ما و شما بخوندن. ما و شما فرض میگردد امروز که نغز نیکو خوب خونه، صاحبی چی شویم؟ علم و معرفت شویم، صاحبی یک کس شویم که من امروز الحمدلله که معلمان شدیم اینجا من یک از همه کلمه سابقه دار چی میگون؟ خدمت کرده اومدن مانند علمین ها مانند من صدق جان صادقوف مانند صادق عبدالله که در مرکز هستند، مانند تویچیف هستند در مرکز. شما هم خونتون ما و شما با چی میشن؟ فرض گردون پروردگار که برایت خانه میفتد. هم دینی دنیوی هم دینی اخروی هم با از شما احترامات طلب میکنم که باید که نیک امروز شرایطی که برای شما معیار است هم دولت هم پیشوی ملت یک شرایطی نیک خوب است. من خانه های گرم وسیع خوشو زیبا معلمایی که همش معلومات عالی دارد شما با چی میکند؟ درس میگوید. بیایید ای رفیقان درس خونید و بیکاری و نادانی نمونید. هر از که در عالم بیکار گردد و چشم اهل عالم خور گردد. دیدید همین خانید الحمدلله کجای روید چی میشه؟ سربلند میشه. شما رو احترام میکنن، حرمت میکنن، عزت میکنن. من یک کادری ما امروز یک مؤسسه دولتی کدام تمام ما پیریکویا نفقت تامین کرده ایستاده است. انا همین مکتب خوندگان نه. همه رئیس همجا نشیدم. هم با خونی تو. خونه صاحب علم شوید، مهندس شوید، جراح شوید. هواپیما بروید. ما پیریکو اگر یک ما اینجا میگوید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که اون هواپیمایی که میبرد 9000 متر با هواپیمای 300 مردم شکست در دنیا. خدا میگوید که من برده ایسان ما برده صاحب جوش برسانم گفته. من اگر یک ماه شب روز نماز خوانم و یک بار تیار کردی برده شنونم میگوید تو نمیرسونی ثواب وای با جراح میدروید. همونطور جراح میدون من خدا میگوید که همین من چی تبابت کنم و پیش مردم با خدا شفا داد بکن. ثواب همه کار ثواب. خوندن اون من ثواب است. بنابراین از شما التماس میکنم، التجا میکنم خانه. امروز شرایط برای شما مهیا، همه شرایط معلم ها شرایط مهیاست. خونید که آینده من گفتیم که افتخار ما است. من اکوی سنبوی، من اکوی بای جون، من اینجا بای جون شده است. داوید پیش اکوی صدق جون میریم تایی اطراف هم در کرساز. همشیره این الحمدلله ما فخر میکنیم بگیریم باید برندون میگیم که خواجه اعلی همشیری شفقت از همه زیاد دخترها. سخن بسیار شدم. یک تا دیگه میگم که وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یک انسان آدم دو زندگی میکرد یک پسر یک دختر داشته است. بعد زوجه شونده شوهرش میگه رفته پیغمبر پرس که یک دختر یک پسر داریم، یک تاشو خانوندن و ما قدرت داریم، کدامش خونیم که رفته سوال کنتن. رفته پیش پیغمبر و انسان سوال کرد که ما یک پسر یک دختر داریم و کدامش خونیم بهتر. پیغمبر بیست گفتن که دخترت خانم. پسر حسابشی میواد دخترت خانم. اون جماعتی که زن با معرفت است، زن با علم است، اون جماعت چی میشد؟ آبادی زیبا میشد. بنابر همین مونده الحمدلله که خوب است نه که با دوام تیتون دخترها هر یک چیز از وی خودمون وابسته است. با شرم و حیا شوید لیکن خانه الحمدلله که خواندگان ما میبینیم که همه یک با تعلیم و با عزت است.
نوبرم خونید اوز کمتر گپ بسیار کردم همه کتم مبارک شد عمرتون در از خودتون وسیع کند فرد مشین که از این عالمه ها برنده است عالم ها برنده است مرکزنده یونی پیشگاه ملتان کورکروس مانندی عبدالله مانند توجیف اونچه چه بدم یاد نوزیر جان من دختری اکوی سفر فخری مو هم با شما هم تیشویتون خدا کنند بخیرتون برحمت